این الذین کفروا بعد ایمانهم، کسایی که بعد از ایمانشان کفر می‌ورزه در دایره اسلام داخل شده، حقانیت و واقعیت اسلام مشاهده میکنه، عملا میبینه که مردم چی میکنه، لیکن بازم یا نظر به گپا و دسیسه های دشمن متاثر میشه، برمیگرده. الله سخت عذاب میگه ثم ازداد کفرا، پس از کفر خود اضافه میکنه، تعامل نمیکنه، پس نمیگرده. لن تقبل توبتهم، اینطوری مردم توبهش قبول نمیشه. الله توفیق توبه را برش نصیب نمیکنه، چرا که خب موقع برش میسر شده بود. عملا مسلمانا را عمل کردیش به چشم سر میدیدی، لیکن بازم تو زیر تاثیر فقط تبلیغات هوایی و شبهات هوایی دشمن میری. ایرا به این خاطر میگم که امروزم دشمن از همین دسیسه کار میگیره. تو مرا میبینی، مردم مرا وهابی میگه، یکی مولوی متوکل ببینیم، زندگیش ببینیم، حرکتش ببینیم، نمازش ببینیم، اخلاقش ببینیم، روشش ببینیم، طرز رفتارش ببینیم، چی میگه. این خو از تو پوشیده نیست، یک روز نیست. تو مرا از شست پای تا فرق سر خوب مطالعه کن، حرکت مرا زیر ارزیابی بگی، تنها به این رقم نمیشه. موضوع تفریقه را الا ما با حنفیا چیزی کار نداریم، با ما مشکل که برای ما جور کرده سلفی جور کرده، خود دیگه برای از قطعی از کار نداری. کار قطعی کسی داری که شما را میشناسه که دشمن هستی. یهود هم کار نداره، خانقاه ها بساز، تبلیغی وارد بستری تا پشت بکن، ای تا پینتاگون ده قصر کرملین داخل شو، هم قطعی سر کار نداره. کل سر کار قطعی داره، قطعی کسی که قرآن حدیث از دست گرفته، اصل دین از دست گرفته. ما با اینمی قدر دلایل روشن بازم آگاه نمیشیم، بازم ذهن خود در کار نمیپرتیم. الله متعال اینمی گپا میزنه که تو زیر تاثیر تبلیغات دشمن میری. حقیقت مسلمانان در پیش نظری هست. محمد رسول الله را دیدی، مجلس ازی را دیدی، رأفت و شفقت و مهربانی ازی را دیدی، دلسوزی ازی را دیدی. او کی بود؟ چه کاروایی داره؟ صحابیش دیدی، چقدر اخلاص دواست، چقدر دلسوزی و ایثار و قربانی دواست. حالات و وضعیت سابقه را دیدی. مردم در کدام مستوی زندگی قرار داشتن، هر مروزه ما بین خود زدن، کشتن، دخترای خود زنده به گور میکرد. امروز در کدام مستوی قرار داره؟ تو بازم واقعیت و حقیقت دینه نمیشناسی، فقط زیر تاثیر تبلیغات عادی دشمن میری. تو چی مسلمان هستی؟ مسلمان اینقدر ساده میباشه؟ تا آلی را عجیب گپ است. همپر به نام همپر کتاب نوشته شده، محمد ابن عبدالوهاب معرفی کرده. تعجب نیست اگر کسی طفل باشه، هیچ قوت لانه جاسوسی خود به مردم معرفی نمیکنه. دسایسی که او در کار مندازه برای تو نمیگه که من اینطور کردم اینطور نکردم. استخبارات آنقدر امور خفی است که حتی ارگانی دیگه دولت خبر نمیشه غیر از خود استخبارات. تو چی میگی؟ تو کدام مسلمانی ساده هستی؟ حالا همپر کتاب نوشته کرده، جاسوس انگلیس کتاب نوشته کرده که من اینی تو رو علم پیدا کردم. عجیب است، بسیار عجیب است که علم نداری چرا پشتی گپا میشی. عجیب است. من کتاب دارم، کتابی من در بین مردم موجود است. من که کتاب از دست خود نوشته کردم، ایره تو نمیبینی، ایره نمیخونی، فقط تبلیغات دشمن دنبال کرده رویست، لنگی سفید کلان زده صرف به خاطر ازی که این عالم در ضد تو گپ زده، مردم به شرک دعوت میدی، مردم گمراه کردی، به نام دین تصوف کشیدی، در دین نبود، مردم گمراه کردی. آلی امی کتاب تو را رد میکنه. این کتاب خود حقیقت توحید قرآن بیان میکنه که توحید دیره میگه، او تو مردم مشرک ساخته ای. تو مجبور هستی که تو گپا را بزنی، ولی تو مسلمان خو بیدار هستی. در مسائل دکانت چقدر دقیق هستی. تو را به الله قسم مال پاکستانی نمیگیری، تفکیک میکنی که از ژاپن است یا پاکستان است. این دین برای تو به قدر بی ارزش است، برابر گندنه ارزش نداره که یک ملاق بدیشه.
گندنه که گندنه است شما میخره ملاق میده، میگه دسته خوبش بگیرم. پیش الله سبحانه و تعالی رفته نیسته. از تو سوال میشه من ربک، رب کیست؟ از کجا شناختی ربک؟ این کتاب الله برای چی روان کرده؟ و ما دینک، دینت چی است؟ از کجا شناختی دینت؟ این کتاب الله برای چی روان کرده؟ و من نبیک، پیغمبرت کیست؟ از کجا شناختی پیغمبرت؟ از احادیث رسول الله. عرصهش نبوده. تو در یک روزم ما گاهی واقعیت براتان بگه، ما پیش الله متعال عذر نداریم. 3 ساعت خود از صرف برای 25 و 30 روز در رمضان برای قرآن داده نمیتونیم. 30 روز برای 3 ساعت، ولی کل عمر خود در فحاشی و عیاشی و فیسبوک و جور و دکان و پیسه پیدا کردن داده. عجیب بنده است، عجیب بندگی الله را میکنیم. خود نمیفهمانیم آسان بانه برای ما چی جور شده. والا آدم از کدام مالا را بگیره، ایش یک رقم میگه، ایش دیگر رقم میگه. یک روز نگفتی که از کدام دکتر قبول کنید. دکتری پیش خانید که لیازی تم میکنه، فیسم از پیشت نمیگیره، دوارم تقریبا نیم بی میده. یقین بکن اگر مریضی خود سرش معاینه بکنی این در هندوستان میری. مریض رنج میکشه، تو پشتی 3 روز پشتی ویزا میدوی، 10 روز پشتی پیسه میدوی، بعد از او در هندوستان مریضی تا میبری. مریضی توی قدر حیثیت داره، خود دین پیشی حیثیت نداره. نماز پشتی هر کس که خواندم خواندم، عقیده از هر کس که فرا گرفتم. قرآن کریم برای و مردمی که واقعیت و حقیقت دینت به چشم سر دیده و بازم مرتد میشن، نعوذ بالله. الله متعال میگه که لن تقبل توبته، میتوری مردم توبیش قبول نشود. یک کسی توبیش قبول شود که حقیقت دین تالی را ندیده، آشنا نیست، معلومات نداره. تو خوبه مکمل به چشم سر مشاهده کردی. امروز من این گپ به خاطر میگم، او دوستا سر در گریبان کنی. اما دوستی ما که خیلی عقده داره، خیلی ضد است، تو را به الله قسم ما را از شست پای تا فرق سر مطالعه کن. ما چی عمل داریم، چی عقیده داریم، چی کردار داریم. شما خو همیشه مردم دعوت به جیب خود دادی. لیست جور کردی از سرسایه، هلیس خاطر برای پیسی خود جور کردی، پیسی کارتان برای ختمه را رواج دادی به نام ختم مسئله دین. به الله قسم اگر پیدا کنی شما ملاها گستای قربانی را شما جمع میکنی، حقی شما نیست. ما بازم در کوچه حسن چپ خودم میزنیم ولا اسکی را قبول کنیم. به الله قسم بعد از درس قرآن کریم ما هیچ عذر نداریم که بگوییم که اسکی را قبول کنیم. قرآن برای تو وضاحت میکنه، یکه برات بیان میکنه، هیچ چیز همونطور پنهان و خفی باقی نمونه، واضح بیان کرد. الله برای ما گفت نکو دین حق پیروی بکو، پشتش بگرد، به خاطر ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، کسایی که در حالت کفر مرده. امروز خود دنیا، زرق و برق دنیا و کش و فش دنیا خیلی را متاثر ساخته، متوجه دنیاست. لیکن روزی برسه که الله متعال برش میگه که دنیا برات بدم در عوض عذابت میدی. گفت نه، دو چند از زیرا میدم. او تو روز سرت آمده نیست، ولی قبل از اینکه در او حالت برسی اینجا باید تو آمادگی داشته باشی، استعداد داشته باشی، تلاش بکنی، محنت بکنی. یک کمی خدا در تکلیف کو. خیلی خوب، مولوی متوکل وهابیسته، تو باشم امروز جمعه میرم دمو کنجا عد میشونم، کمی وهابی چی میگه، آوازش ثبت کنم، گپایش بگیرم، بعد از او سنجش کنم شه. امی قدر گپ هست. این خود قرآن است، این قرآن خود تغییر نامده. این قرآن است، پیش امام است، پیش ازی هم است. این چی میگه؟ افسوس است. ما گله از عوام ندارم، ما گله از جوان دارم، ما گله از او دانشمندا دارم که صاحب بصیرت هستن، لیکن امی گپا را دنبال کرده رایستن. در فیسبوک ها ببینی این سلفی ها پیدا شده، این فرقه که رو مرده که دعوت نگید، ولی میخواه فرهنگ عربه. یک دفعه خو بگوی که لعنتی الله به کسی که دعوت به سوی قومیت میده. بگوی لعنتی الله، لعنت به کسی که
غلامی یکی از جمله ممالک میکنه. ما غلام الله سبحانه و تعالی است. غلامی هیچ کس قبول نداره. نکنی بلیاز الله این گناه کبیره است. تهمت زدن، نسبت کردن، این گناه کبیره است. ما را الله پیدا کرده، بندگانی کیستیم؟ الله و غیر از الله از کسی دیگری نه خواهان عزت هستیم نه ذلت. اگر از دیگه کس عزت و ذلت میخوایم باز بنده الله نیست. قرآن خود ما را می درس داده. قرآن ما را درس داده که ما بنده الله هستیم فقط. أيا